طبق اسناد تاریخی بزرگترین گنج دنیا داخل یه جای زیر همین خاک ایران مخفی شده. درست شنیدید، گنجینه داریوش سوم، آخرین شاه هخامنشی. یکی از بزرگترین اسرار تاریخ همین گنج داریوش سومه. پس از شکست در نبرد با اسکندر مقدونی در سال 330 پیش از میلاد، داریوش سوم به سمت شرق ایران فرار میکنه و گفته میشه که بخشی عظیم از گنجینه‌های سلطنتی هخامنشیان رو با خودش میبره و در جایی مخفی میکنه. یکی از مکان‌هایی که به عنوان محل احتمالی این گنجینه مطرح شده، شهر هگمتانه یا همون همدان امروزیه. امروز سراغ گنج داریوش سوم میریم و تمام جزئیاتی که در تاریخ از این گنج بیان شده رو بهتون نشون میدیم و هر سرنخی که در تاریخ از این گنج وجود داره رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اما قبلش برای حمایت از ما حتما این ویدیو رو لایک کنید. چند مورخ بین‌المللی تا حالا در مورد این گنج تاریخی تحقیق کردن. آریان مورخ یونانی در کتاب آناباسیس اسکندر اشاره میکنه که اسکندر پس از فتح تخت جمشید گنجینه‌های عظیمی پیدا کرد، اما بخشی از گنجینه‌های داریوش سوم هرگز پیدا نشدن. یه مورخ دیگه به نام دیودور سیسلی در کتاب تاریخ جهان خودش مینویسه که داریوش سوم قبل از مرگش گنجینه‌هایی رو در مکانی امن مخفی کرد تا دست اسکندر و یارانش هرگز به اونها نرسه. پلوتارک مورخ یونانی ادعا میکنه که اسکندر پس از فتح شوش و تخت جمشید حدود 180,000 تالنت طلا و نقره معادل میلیاردها دلار امروزی به دست آورد. با این حال بخش زیادی از سرمایه هخامنشیان که داریوش سوم با خودش فراری داده بود رو هرگز اسکندر کشف نکرد. اگه بخوام از مقدار و بزرگی این گنج بهتون بگم، بر اساس گزارش‌های مورخان یونانی مثل آریان یا دیودور سیسلی، گنجینه داریوش سوم شامل ده‌ها هزار تالنت طلا و نقره است. اگه نمیدونید تالنت چیه، تالنت واحد اندازه‌گیری طلا و نقره در زمان قدیم بوده. یک تالنت معادل 26 کیلوگرم طلا یا نقره است. بنابراین گنجینه داریوش سوم صدها تن طلا و نقره داره، یعنی بار چند ده یا شاید چند صد کامیون. این گنجینه یک گنج ساده از سکه طلا و نقره نیست، شامل همه چیز میشه، از جواهرات تا تاج‌های سلطنتی، ظروف طلایی و نقره‌ای و حتی اشیاء هنری و باستانی که حتی در زمان هخامنشیان هم اشیاء تاریخی و کهنی به حساب می اومدن. شما خودتون فرض کنید هخامنشیان با اون همه کشورگشایی تمام سرمایه‌شون رو در دست داریوش سوم داشتن و وقتی که داریوش سوم می‌خواست فرار کنه، چیزی حدود 1/3 تمام دارایی و سرمایه هخامنشیان رو با خودش میبره و بین اونها دستچین میکنه که بهترین چیزهایی که میتونه رو با خودش ببره. حالا شما خودتون فکر کنید که تو اون گنجینه چه چیزایی میتونه باشه. اما این گنج کجاست؟ تا به امروز هیچ کس موفق به پیدا کردن مکان دقیق این گنج نشده، اما یه سری سرنخ‌ها برای حل کردن معمای محل این گنج وجود داره. هگمتانه که امروزه به نام همدان میشناسیمش، یکی از مهمترین شهرهای دوران هخامنشی بوده. کتیبه‌های به جا مونده از دوران هخامنشی نشون میده که هگمتانه مرکز اداری و مالی بسیار مهمی بوده. این شهر به خاطر هوای خنکش در تابستان و فصل گرما به عنوان پایتخت تابستانی هخامنشیان مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین هگمتانه یا همون همدان امروزی به دلیل موقعیت استراتژیک، اهمیت اقتصادی و اداری